کیمیایی که از کی فرار میکنی نمیفهمم، اما باور کن این قسم با دیدن ترست به اندازه خوش میشه مویکار. پس چو بیا ایلم کو گفتم ایلم کو. آرام باش. گفتم مرای لوکو. گپ نزن، آرام باش. برو دیگه. اینو بردن. راستی احمد برو زود شو. ایلم کو. برو یا احمق. مرای لوکو آدم احمق. بیا دیگه. ایلم کو. بیا احمق بیا. برو بیا در موتر بالا شو. هیچ جایی برای فرار کردن نداری. بالا شو در موتر. حالا بالا شو. مرای لوکو. کلی موتر کجاست؟ تو گرفتیش؟ من نمیفهمم. من نگرفتیم. زیاد سر و صدا کردی اویگار. بسیار. مولا صاحب. تو خوب هستی؟ خوب هستم. اویگار خوب گوش کن. دیگه همراهی دختر غرض نمیگیری. اگه یک بار دیگه ببینم که نزدیک شدی یا غرضش گرفتی،
باز جانت برات نمیبخشم. به این خاطر بعد از این متوجه باش. فهمیدی؟ فهمیدم. هر کسی که در خانه ما پناه بیاره او را هیچ کس برده نمیتونه. ایره خوب در مغزت جای بده. نه یک موضوع دیگه، هیچ کس دوست مرا لطکده نمیتونه. بار دیگه نفرایت در منطقی ما روان نمی کنی. گپ ما فهمیدی؟ فهمیدم. بسیار خوب. میفهمی که مشکل اینا چی میتونه باشه ودت؟ ها؟ کاکگی ناق میکنن. وقتی اسلحه را گرفتی باید فایر کنی دیگه. بزنش پیلوت. بکشش. منتظر چی هستی پیلوت؟ او را بزن. نه بکشش. علی یک نفره از پشت سر زدن به ما نمیزه به اوی گار. از پشت سر زدن کار نفرای ترسو است. به همین خاطر حالا دیگه روی تا دور بده. با تو گفتم که روی تا دور بده. اگه زیاد به تشویش روی ما هستی بیاده پیش روی مستاد شو. به یه احمق اجازه نده که گپ بزنه پیلوت. بکشش که خلاص شوه. حالا پیلوت اگه گپایت خلاص شده بزنش که بغم شویم. تو کی هستی او آدم؟ ها؟ تو دیگه چه قسم یک جنس هستی بچهش؟ دختر ایلاکو که بره مثل دو مرد با هم گپ میزنیم.
کدام دختره؟ اویگار ای دختر کی است بچه؟ باز پسان کلی چیزا برات میگم پیلوت. اول سر یه احمق زیر بالش گو. بسیار خوب. چی شده احمق؟ ها؟ نیکی ترسیدی؟ چی شده؟ احمق! سفدا کجاست؟ سفدا را فرار داده. او آدم کی است ودت؟ او آدم در تاریکی هم میدید. حرکت کنین. حالا ده موتر بالا شو. زخمی شدین. حالا باید چی کنیم؟ چیز مهمی نیست. باشین من کمکتون کنم. نه یه نشان خون است. ما زدمش. اما زیاد خونریزی داری. دا اونجا هستن میرن. صبر کن. دا موتر سفداست. اویگار تو همراه ما بیا. شما دا موترهای دیگه ما رو تعقیب کنید. حالا زود شوین. میاین حالا باید چی کنیم؟ آرام باش. خدایا خودت کمکم کن. اویگار تو همراه کی خود زدی او آدم؟ این نفر کی است گفتم؟ هر کسی که باشه پیلوت. مادم اونجا برای گفتم که بکشش. چرا نکشتش احمق؟ سولو همینجا بریک بگی اویگار. تو مرا چی فکر کردی بچم؟ نه که من نوکر تو هستم. همین که بگوی بزن ما هم بزنم. لودم رای گپه. نیکی از یادت رفته که تو از ما یک جان قرضدار هستی. نمیگفتی هر وقت که بخوایمت دویده میایی؟ خیال نامده اویگار. تو هم که تو چشمای لقت دیدی. درست وقتی که میخواستم بزنم و آدم در تاریکی سر مملکت. آدم خفاشواری بود. بیبی اویگار ای آدم مثل دیگه کسا نیست. من برات گفته باشم. اما تو نیست بدت. آدم خوب است پیلوت. خب خیر. او دختر کی است اویگار؟ سفدار میگی؟ او دوست دخترم است احمق. گفتی دوست دخترت است؟ بله دوست دخترم است. اما با من هیچ قسم معلوم نمیشد اویگار.
همراهی او آدم به خوشی خوشی فرار کرد. تو هیچ چیز نمیفهمی باز گفا میزنی پیلوت. او آدم خانواده دختر تهدید به مرگ کرده بود. دختر به او خاطر همراهش رفت. دختر پیش ما آمده بود. حفاظت کرده نتونستمش. دختر را که دوست دارم نجات داده نتونستم. تو میفهمی که او همراه مردم چی کارایی که کرده؟ باز تو پیش روی ما آمده میگه که نوکر تو نیستم احمق. وای بیشرف وای. وای بیشرف وای. تیز برو ودت. تیز برو ودت که می ریز به تیمه خواهیم را از بین ببرم. حالا بعد از ای اگه زامبی هم شوه و لگ از دستم خطا بخوره. تیز برو ودت. حالا از دستتون زیاد خون میره. ما باید به شفاخانه بریم. نه به شفاخانه رفتن نمیتونیم. ده اونجا ما را پیدا میکنن. کی است؟ مادرم. جواب نمیتی؟ چی برش بگویم؟ بگویم که آدم های مسلح در تعقیبم هستن. خدا لعنتتون چی کنه. شده؟ چرا استاد شدین؟ چراغ سرخ است. این دقار خدا شوه. دقار خدا شوه. حالا گریش میکنیم. حالا پایین شوین. اصله اتانم پود کنین. متوجه باشین کسی نمیگه. پایین شوین حالا. اونا میاین. صبر. با آرن زدن نمیتونی که چراغ سبز کنی. دستوش برد یک تبلیت از بتی برم. تبلیت چی میکنی؟ لطفاً در این وقت از ما چیز پرسان نکن. هر چی میگم همه تو کن. درست از پرسان نمیکنم. آرام میباشم. آرام میباشم. میاین نزدیک شدن. شما در این وقت چی میکنین؟ حالا یک چیز بگوین نیست. شما چی میکنین؟ یک دقیقه چرا آرام فقط باش. میگین آرام باشم؟ من چی کنم ها؟ نزدیک میشن. حالا باید چی کنیم؟ اینه خب گفتم میتونین. نزدیک میشن. حالا آمدن. میاین. نه اینه کار ما شد. ودت چی گپ است؟ حتما چراغا خراب است. بگیره. هر چی که من میگم همه تو کن. میرن. حالا دیگه زود برو ودت. حالا زود شوین. موتر بیشی. حالا حالا امروز چی کنیم ها؟ وقت ما برات گفتم باز دکمه راسته بزن. درست است. بزن. زدم. چی حال است بچه؟ چراغ سرخ شد. به خاطر فرار کردن همراه چراغا بازی کرد. چطور این کار کرد آدمی احمق؟ مرد تاریکی ها. رئیس چراغان برآمده متونست. این نفر کی است؟ چی قسم این کارا را کردین؟ من نکردم تو کردی. من خود چیزی نکردم. گفتین بزن مام زدم. حالا برام بگوین چی قسم این کارا را کردین؟ کار سخت نیست. چراغای ترافیک اینجا بدون سیم کار میکنن. فقط لازم است که یک بار داخلشان شوی. این کارا را از کجا میفهمین؟ کماتم دی بارم میفهمم. پس تبلیت دا جایش بان. نمیفهمم. او آدم از پیش روی ما فرار کرد و ما هم هیچ کاری کردن نتونستیم. راستش چیزایی است که مام نمیفهمم. تو یک بار دم گوشا یک استاد بکویدت. چی گپ است پیلوت؟ پایین شویگار. حالا تا که مثل آدمای هوشیار گپ بزنیم. کاری که کله مرا خراب بسازنه او کارا نمیکنم. فهمیدی؟ حالا قصه کو برم. اویگار ای آدم کی است؟ مشکلش همراه تو چی است؟ چرا دوست دخترت فرار داد؟
خانواده دختره چرا به مرگ تهدید میکنه؟ حالا بگو دیگه، به خاطر که ما هم بفهمیم. والا ما هم چیزای زیاده را هیچ نمیفهمم پیلوت، فقط نامش میفهمم. علی و دیگه ملا صاحبم است. گفتی ملا صاحب؟ ها. شنیدی بدت؟ او آدم ملا صاحب است. ملا بچه. شنیدم پیلوت. ملا صاحب ها؟ ملا صاحب. ملا صاحب علی. او قدر نفرها را به تنهایی زدین، او هم در تاریکی. برو میگم کارت ما را یاد دارین، گپی نیست. اما فقط خویی نیست. او چراغای ترافیک چه قسم تبدیل کردین ها؟ من خود نفهمیدم شما واقعا چه قسم یک ملاستین. ملا صاحب نیستم، شاید به مو خاطر باشه. حتما فضایی هستین. انسانایی که اسرارهای زیادی می داشته باشن حتما قدرت‌های زیادی هم دارین، نی؟ به غیر از این قدرت‌های خاص دگام دارین؟ رفته رفته به تشویش شدم به خدا. به تشویش نشو. ما واقعا نمیفهمم. هم ملا صاحب لط کردن هستین، هم یک راننده به سرعت، و همو تو ملا هم هکر هستین، نی؟ از هر کلکتون 4 دانه هنر میریزه. 4؟ چی؟ 4 دانه را حساب کردی؟ مطمئن هستم که دیگه هنرام دارین. من فقط خواستم پیش از پیش براتون بگویم. زیاد درد میکنه؟ نه، یکم درد داره. بچم بیبی، مطمئن هستی؟ این ملا صاحب است؟ امو ملا صاحبی است که ما میپالیمش؟ امو از پیلوت. نام، آدرس، همه چیز یک قسم است. توی کارا بیبی به خدا. اویگار درباره ای آدم چیز دیگه میفهمی؟ اگه میفهمی برام بگو، به خاطر که میخوایم ما هم نظر به مو پیش بریم. یعنی گفتم نه که چیز زیاد نمیفهمم پیلوت. فقط او آدم در گذشته کارهای غیر قانونی بسیار زیاد کرده. باز پس آن از کل چیز دست کشیده و یعنی الا کرده. اگه الا کردنش قسم باشه، کوکسال است. بله کوکسال. بله. آقا ویگار، از سفدا کدام خبر دارین؟ مادرش بسیار زیاد به تشویش است. ارد قزش پرسان میکنه. چی کنیم؟ سیفدار فرار دادن کوکسال. چی؟ گفتین فرار دادن؟ چی؟ کوکسال؟ کوکسال چی شده؟ فرار دادن چی؟ کی فرار دادن؟ یک نفر از منطقه توکششان است، اما تشویش نکن. او را حتما پیدا میکنم. هم سیفدار را پیدا میکنم و هم او آدم وحشی را از بین میبرم. کوکسال چی شده؟ گفتم چی شده؟ کوکسال بگو چی شده؟ چی کنیم رئیس؟ نمیفهمی که چی کنیم؟ او آدم را پیدا میکنیم. او آدم را حتما پیدا میکنیم. بعدا هم ای که همراهش چی کنیم بسیار خوب میفهمم. حالا دیگه میریم. علی میشه بگویی که حالا ما کجا میریم؟ کمه دگام صبر کنین، میرسیم خانم سیفدا. بیبی من به تو علی گفتم. نفهمیدم. یعنی تو هم با من سیفدا گفتم میتونی نی؟ ما در بین خودم قسم گپ میزنیم. البته درباره شما نمیفهمم ملاسم. بسیار خوب، فهمیدم. پس هم قسم باشه. چی شد؟ نمیفهمم، باید ببینم.
چی شده؟ نیک خراب شده. یگان وقت می قسم ناز میکنه. موتره میگی؟ آها. اما من حال قانش میسازم که پس روشن شوه. یعنی تو درباره موترم میفهمی؟ یک کمه. اینه بیبی، هنر پنجابتان پیدا کردم. من خب برات گفته بودم. کمک میخوایی؟ ضرور نیست، زنده باشی. چی شده؟ با کمک کردن آمدی؟ راستش من بله. در طول بکس موتر بعض وسایل است، میشه کم اونا رو بیاری؟ میارم. علی، فکر کنم در طرف ها گرگ است. صندوق. صندوق بده. ها بگیرش. تو برو در موتر بشی، گرگا در اونجا داخل نمیشن. نمیتونن، هوا تو نیست. بله. خب تو که گفتی گرگا دروازه رو باز کردن نمیتونن. این که تا حالا نفهمیده بودم. چی شد؟ آله روشن میشه؟ باورم نمیشه. دیگه تو کتی گرگا جنگ کده کلایتی قسم چطور کدی؟ ما که میبینم اونا زیاد تلفات دادن. یعنی چقدر اونا را کشته باشی؟ تو متوجه خودت باش. چی؟ روی تا میگم کت مبلین موتر یکی شده، سیاه شده. نه کمی پایین تر بیا. پاک شد؟ صبر من برات پاکش میکنم. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altı. او چی بود دیگه؟ فکر کنم تایر در چقری رفت نه؟ نه، دستل یک جمپ خورد بود. از برکتی جمپ خورد. رادیویی که کار نمیکردم کار کردن شروع کرد. خونریزی بازوت زیاد شده، میره برات میگم باید چه با خانه بریم، اما تو زد کده میری. من خوب هستم، فکر کو که رسیدیم. به کجا رسیدیم علی؟ فکر کنم درای غلط آمدیم. ده اینجا خانه مانه نیست، ببینی؟ بیشتر از کم مونده، صبر داشته باش. آیده قسم یک جای کی زندگی میکنه؟ خب
خب چرا برام نمیگی که کجا میریم ها؟ پیش تغرل پدر. تغرل پدر؟ تغرل پدر کی است؟ آدمه که در یتیم خانه کل چیز دانه دانه به من یاد داده. ای نرسیدیم، طرف راست است. صبر کن. بیا. اونجا کی است؟ ما هستم تغرل پدر. علی تو هستی بچیم؟ ما هستم پدر. یک مهمانم آوردیم. بچه مهمانت کی است ها؟ من سیوداستم پدر. خوش آمدید دخترم. خوش باشین. پدر بچه میخوند چی است؟ تو زخمی شدی ها؟ بله لطفاً کمک کنین لطفاً زیاد خون ریزی داره. علی تو را چی شده بچه؟ نه چیز نیست تغرل پدر، فقط یک زخم کوچک است. حالا بیا داخل بریم. حالا اینجا چرا آمدیم؟ آدم به بیچاره حتی نمیبینه چی قسم زخمت خادی؟ چشمای تغرل پدر نمیبینه اما دستاش میبینه. در تاریکی دیدنه برم یاد داده. تشویش نکن، بریم. صبر من زود باز کنم. این بایستا میکشم. هم بیا. بچه بازم اما کارایت شروع کردی ها؟ چی کاره؟ زخمی شدیم نی؟ درباره او گپ میزنه. همتون است تغرل پدر. به خاطر من شد، تمامش به خاطر من شد. گفتی به خاطر تو؟ به ما اصل قضیه را قسم میکنی دخترم؟ نه تغرل پدر، به یه هیچ ربطه نداره. همه تو شد دیگه. باز کل چیزا برات میگم. تا امروز از شما هیچ چیز رفت نکردیم، اما پیش از او این زخم یک بار ببین خواهش میکنم. دخترم از داخل تکه پاک همراه قیچی بیار، هوام گرم کن. جوش که شد باز بیارش. درست است. اگر بازم مادرت از موبایل جواب بده، ناخ مادر بیچاره به تشویش نساز. آی تو چرا مداخله میکنی؟ من برات میگم که به خانمت زنگ بزن، بچت پشت دق شده، کتشان گپ بزن. نمیفهمم. از من چی را بوت میکنن؟ این دختر کی است بچه یک دانیم؟ در کدام جنجال افتاده بود. باز کل جای ماند آمد در خانه من پات شد. کلش همه قدر است. هر سنگ در پای لنگ، هر جنجال که باشه تو اونجا هستی. چی کنم تغرل پدر؟ تو سالا پیش برم نگفته بودی اگر در هر مصیبت بند موندی از خود ضعف نشان ندی.
آخرین بار اسلحه را وقت دستت گرفته بودی که از قاتل بچت انتقام گرفتی. این طفله که در ستاره از بچه تان از ملا صاحب زیاد شیرین است. بله مادر. سفدا جان مادر یک دانه مادرش تو کجاستی دختر مقبوله؟ مادر لطفاً گریان نکنین. کجاست خیریه؟ بگو کجاست؟ یک دانیم تو کجاستی؟ کی تو را فرار داده ها؟ شما چی میگین مادر؟ مرا هیچ کس فرار نداده. کی فرار دادش؟ سفدا گوش کن به من راست بگو. آقا اویگار گفت که یک نفر از منطقه توکچیشان تو را فرار داده دخترم. او بیشرف دروغ گفته. در اصل او مرا فرار داده بود. ملا صاحب ملا علیا مرا نجات داد. او بسیار آدم خوب است مادر. به خاطر من زندگی خود به خطر انداخت. حتی زخمی شد. حالا پیش عمو آدم هستم. چرا اویگار به ما دروغ گفت دخترم؟ در صورت چرا دروغ گفت؟ به خاطر که یک دروغگوی پست است مادر. گوش کن سفدا، ما و پدرت آمده تو را میاریم. درست است؟ کجاستی دخترم؟ بگو که حالت کجاستی؟ شما نیاین مادر، من خودم میایم. سفدا گوش کن. سینان به ما کل چیزا گفت جان مادر. پدرت هم زیاد پشیمان است. خیر از جان مادر خانه بیا. مادر سینان خوب است. او خوب است. هیچ تشویش نکن. سینان خوب است. حالا در اتاقش خواب کرده، اما او هم زیاد پشیمان شده. ما چشم برای تستیم. زود بیا دخترم. درست است. باز گپ میزنی مادر؟ من خوب هستم. بعدن باز گپ میزنی. پرسان کو، یک بار پرسان کو که در کجاست. پرسان کو. گود کرد. کوکسال. آقا اویگار دروغ گفته بود. او آدم سفدار فرار نداده. یک دقیقه خیریه. حالا نمیفهم که کی دروغ میگه کی راست میگه. کوکسال، ما سر دختر خود باور کنیم یا سر او آدم باور کنیم؟ قسم طرف مسائل نکو. نمیفهمی که سفدار چی وضعیت؟ شاید وضعیت سخت باشه، به او خاطر گفته باشه زن. حالا تو یک بار دیگه پرسان که کجاست. زود شو. پرسان کدم دیگه؟ حالا پرسان کو که دلم جمع شوه. درست است. اینا جواب نمیده. ما نمیفهمم که بدوهای کی را گرفتیم. آخر ما چی گناه کردیم خدایا؟ تو گناه نداری خیریه. مقصر تمام اینا من هستم. سینان جان مادر کجا میری؟ میرم خواهرم پیدا کنم. صبر کن جان مادر به خاطر مشدال در خانه شیشته نمیتونم. باید برم پیداش کنم. احمق، نه که قدر بلای سر ما آوردی بس نیست. حالا به خاطر تو هم تشویش کنیم. حالا زود شو داخل برو، اصاب مدگام خراب نکن. زود شو. سینان صبر کن لطفاً. صبر کن. بلی از خدا صبر کن. کوکسال سفداره در خانه قلف کردی فرار کرد. حالا اگه سینانم در خانه قلف کنی باز چی خواهد شد؟ آوردی دخترم؟ آوردم تغرار پدر. حالا چیزی را که میگم بکن. درست است.
علی من بسیار زیاد معذرت میخوایم. شما چند دقیقه پیش وقتی گپ میزدین من شنیدم. من نمیفهمیدم که بچه‌ت کشته شده. اگه میفهمیدم باز او قسم لوده گپ نمیزدم. واقعا زیاد معذرت میخوایم. دی چیز به معذرت خواستن نیست. سعی سفتا دختر، خدا جگر خون نساز. حال زخمشه خوب سعی پاک درست است؟ ما بکنم؟ البته که تو. درست است. درد میکنه. چی شده او آدم؟ پیداش کردی؟ اویگار ها؟ پیدا کردی. اوه بچه یکان وقت کلیت هیچ کار نمیکنه. او آدم در تاریکی از پیش روی کل ما تیر شد رفت. چراغ سرخ ترافیک از حبس ساخت. دیدی خو باز شله گرفتی که به خانش رفته حقش میتیم. بچیم او از اون ملای عادی نیست. چفت کنه در میگیری. فهمیدی یا نه؟ او یک دوست داره بچیم. به خاطر ما که دیوانه شده بود. بیبی اگه او آدم گیر کنیم باز او میتونه که ما را پیش علی برسانه. پس این رقم که از صبح وقت روشنی شد باز میریم منطقه رو میپالیم. صحیح است؟ آی ایده اینجا چی بد میکنه؟ توکچه آقا اویگار شما اینجا آمدین؟ سفدا هنوزم درست نمیشناسش. او یک آدم قاتل است. یک روانی است که ده یک شو 10 نفر به قتل رسانده. برات زیاد نمود میته. بسیار تشکر. کالا تو هم در بالا سلی. حال خسته هستم. بعداً باز میپوشم. دیگه گفت که او آدم ملام است. گفتی ملا؟ از بچه میخواستی احمقا؟